به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، نقل امروزه ما به مردهایی که به شهر مسافر آمده زنهای خود را از اینجا با واسطه تلفن و با واسطه هر گونه مکتوب ها استغفر الله طلاق می دهند بخشیده شده است. ای برادر، یک لحظه اندیشه کن. به عشق دنیا و به وسواس شیطان نرفت. برای چی وقتی که به شهر مسافری آمدی در وطن خوب زن و فرزند خیش را داری، اما در اینجا با هر گونه زنهای لعنت زده هم خوابگی میکنی؟ در یاد دار که حق زن را پایمال کردن این یکی از گناه های کبیر است. پیامبر خداوند محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند: اتقوا الله اتقوا النساء. ای امتان من، از الله بترسید و از پایمال کردن حقوق زن. الله مهربان در قرآن عظیم الشان یک سوره را با نام زن، النساء، نازل کرد. بسیاری خواهران شکایت از آن دارند که مردهای آنها با تلفن به آنها جواب طلاق میدهند. استغفر الله الذي تاب ابغض الحلال الى الله الطلاق. یعنی بدترین حلال در نزد خداوند این طلاق است. وقتی که تو زن را طلاق میدهی عرش خداوند میلرزد. تو نمیتونی اون را چخیل تصور کنی. وقتی که تو زن را طلاق میدهی زمین از خداوند اجازت میپرسد: یا الله، به من اجازت ده اون بنده ای که زن خود را طلاق داد چنان به درونم کشم که عذاب طلاق را ببیند. اما خداوند مهربان این را رد میکند و سوال کتاب این را در روز محشر میگذارد. ای برادر، ای مردی که صاحب زن و فرزند هستی، در یاد دار 5 وقت نماز گذاری و زکات سپاری و حج ادا کنی و روزه داری، اما حق زن مسلمان را پایمال کنی شرط نیست که دیگر گناه کنی. همین گناه بس است تا که راست به جهنم روی. وقتی که به بعض مردم سوال کردم: ای برادر، برای چی تو زنا میکنی؟ به من میگوید: امید برادر، من از زن و فرزند دورم. درسته گویم از زن دورم و قوتم نمیرسد. السلام علیکم. آیا زن تو آدم نیست؟ آیا زن تو احساسات ندارد؟ وقتی که تو با یک زن حرام هم خوابگی میکنی از حال زن خش یاد میاری؟ نه، چون در آن وقت در داخل تو انسان نه بلکه شیطان است. الله مهربان میگوید اگر بنده در وقت زنا بمیرد در تن او ایمان نیست و حتی که وقتی که با زنا مشغول است در تنش ایمان نیست. استغفر الله، مگر از این بدبختی هست برای ما. یکی از خواهرانم به من نقل کردند که شوهرم بسیار سال است که در روسیه زندگی می کند
و من بعد چند وقت نتوانستم به این خل به اهمیتی طاقت کنم و به روسیه سفر کردم و در آنجا فرزندان من در دانشکده و در مکتب تحصیل میکنند و برای شناسنامه دولتی روسیه را گرفتن رضای پدر لازم بود. اما وقتی که فرزند من به نزد پدرش رفت، شوهر من گفت اگر مادرت به حجت جدایی یعنی رضوات امضا گذارد من رضا می دهم. استغفر الله، آیا این هم مرد است؟ به حیله زنهای لعنتی افتاده زن مؤمن و مسلمان خود را می پرتاید. روز محشر با این اعمال چه جواب می دهد؟ وقتی که پند و اندرزش می کنیم می گوید قبر تو دیگر و قبر من دیگر. خب قبر می دانستی، پس برای چه فرض الله اجرا نمی کنی؟ وقتی که میگی فرض الله را اجرا کن، میگه دلت صاف باشد و به کسی زیان نرسد بس است. این دل صافت را به سگ بری هم نمیخورد، به یک میمون یک در کوچه ایستاده هم بری نمیخورد، زیرا این دل مثل یک افلاسی است که به هیچ چیز فایده ندارد. به هیچ کس زیان نرساندن، دل صاف داشتن این فرض هر یک ما و توست. اما در این دنیا دلی پاک نیست. استغفر الله، من از نام کسی سخن نمیگویم. شاید که در یگان منازل باشد اون مردها و اون زنهایی که با دل صاف کار کنند، اما در این دور و زمانه نفس دنیایی هر کس را از نفس انسانی میبرد. یک لحظه اندیشه کن، هر دقیقه غنیمت. به قدر فرزندان و به قدر زن مؤمن خود برس. به اون زنهای لعنتی که در روسیه یافته بانها باور مکن، زیرا الله مهربان در قرآن عظیم و شان میگوید، سوره مائده آیت 51: ای شخصانی که به خدا ایمان آوردید، بر یاد دارین که نصران و یهود هیچ وقت با شما دوست شده نمیتواند، زیرا آنها دوست یکدیگرند و کسی از شما اون را دوست شناسد، اون انسان یکی از آنهاست. این معنای آن را دارد که تو فقط با آنها میتونی صحبت کنی، یعنی آب و نانتی، یا اینکه مبلغ درگاه باشد مبلغ، اما نمیتوانی با آنها جان دی، زیرا آنها دوستی موقتی هستند. یعنی بروسی گویم دوستی وریمن، یک مهلت معین با تو دوست می شود و اگر یک خطای تو را دید، یک عمر تو را چشم دیدن نخواهد دید. اما دوستی مسلمانت باشد، یک روز خطای تو را می بخشد و تابوت تو را می بردارد و می گوید این لله و این الیه راجعون. پس ای برادر، به قدر انسانی برس، به قدر هر یک نفس برس، به قدر فرزندان خود برس. به مال دنیا افتاده زنهای عروس و زنهای نصرانی را دوست داشتن، این فقط بهانه توست، زیرا این دل تو هیچ کس را دوست نمی دارد. اگر دوست می داشت یکم فرض الله را اجرا می کرد. خداوند می گوید حق زنت را در جایش گذار. در کدام منازلی که نباشی
باید از حال و احوال زن خود خبر گیری، نه اینکه با دشنام، بلکه با یک سخن زیبا و شیرین. و اگر زنت خطا کند با او نصیحت کن و شریعت را بیاموز، زیرا در این دنیا ما همه غنیمتیم. مرگ سن و سال ما را نمی پرسد. وقتی که قبض جان شد، جان را می گیرد و می رود. پس تو چگونه در نزد الله جواب می دهی وقتی که با زن یک حرام و یک لعنتی همخوابگی می کنی و در وطنی تو زن مؤمنت گریه و ناله دارد، فرزندانت گشنه و تشنه؟ یک دمی اندیشه کن، زیرا خداوند مهربان هر بنده که از تحت دل توبه می کند انشاءالله می بخشد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام، دوست و برادر شما، امید رحمت.